هر چیزی که مالک او نیست، من صاحبش نیستم، همون رو میفروشم. امروز متاسفانه با طریق اینترنت چقدر چیزها رو، صورتش رو، عکسش رو میمونند و میفروشن، اما درست نیست. برادران عزیز، امروز دراپ شیپینگ یک فعالیتی است که یک تجارتی است که در اینترنت خیلی مشهور شده است. دراپ شیپینگ است. دراپ شیپینگ یک نفر یک چیز رو مالک نیست، صاحب نیست، ندارد، نخریده است، صاحب ملک نیست، همون رو میفروشه. البته ما یک برنامه کردیم که درباره دراپ شیپینگ، میتوانید از شبکه ما در اومده بینید. دراپ شیپینگ رو ما خوب فهمیدیم، اما در همین دراپ شیپینگ خیلی کارهایی هست که حرام است. یا مثلا دکان میکشویند در اینترنت یک اینترنت مگزین باز میکنند، میکشویند چیزهایی که صاحبش نیستن، چیزهایی که ندارن، در مگزین خودشان در مغازه وجود ندارد، آن را میمونند در همون مگزین چیشون، مغازه اینترنتشون و به فروش میگذارند. ما وقت تعلیمات پیامبر صلی الله علیه و سلم رو رعایت میکنیم، چقدر مشکلی ها از بین میرود برادران عزیز. بنابراین امروز هر یک تاجری که با تجارت های همین الکترونیک مشغول است، خواه مغازه اینترنتی دارد، خواه در والبریس است، در آمازون است، در دیگر شرکت ها و پلی مارکت ها است، باید که شرط های خرید و فروش، شرط هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما راه تجارت حلال را بیان کردند، آن را بپرسد از اهل علم، بخواند، جستجو کند و راههای حلالش رو جستجو کرده موافق همون چکار کند، تجارت کند، تا اینکه مالی که ما و شما به دست میبریم آن مال حلال باشه.